به نام خداوند جان آفرین. سلام بر شما همیهنان عزیز و ارجمند. سال نو هم به شما تبریک میگم. ان شاءالله هر جای هستید خوب و خوش و سلامت باشید. یکی از رشته‌ها و یکی از فدراسیون‌های جنجالی ما در سال 1389 فدراسیون فوتبال بود که خیلی هم جنجال داشت، کامش هم تلخ بود، در اکثر رشته هم ناموفق بودیم. منتها در رأس این فدراسیون یه مرد با اخلاق خنده رو هست به نام علی کفاشیان. ما هر چقدر تلخی در سال 89 فراموش کردیم، می‌خوایم آقای کفاشیان رو با دعوت از این شیرینی کامشون شیرین کنیم. انشالله که سال 90 هم سال خوب باشه برای فوتبال ما. سلام، خیلی خوش آمدید، سالتون مبارک. بفرمایید. کام چی دوست نداشته باشم چی؟ بعد بخورم. قند دارین؟ نه الان می‌خوریم، قند دارم ولی اینجا هستش. خیلی متشکرم. خیلی خوش آمدید به ورزش از نگاه 5. خب مقدمات من گویا همه مسائل بود. این شما و اینم بینندگان عزیز و ارجمند. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز سال نو رو تبریک عرض می‌کنم. ان شاءالله که سال خوب و موفقیت‌آمیزی باشه و سال خوشحالی‌ها باشه برای مردم عزیزمون. همونطور که شما اشاره کردین ما در بعضی از مواردی که در رشته فوتبال در بعضی از مواردش که واقعا انتظار داشتن مردم عزیزمون موفقیت‌های خوبی رو کسب کنیم، سال گذشته متأسفانه حاصل نشد و همین اوقات ما رو که چند برابر تلخ کرد. 100% مردم هم بیشتر ناراحت شدن ولی این واقعا طوری بود که ما تمام تلاشمون کردیم. بچه‌ها همه تلاششون رو کردن. یه گیرای کوچیکی داشت که حالا اون گیرها رو بعداً ان شاءالله توضیح میدیم خدمتتون که در واقع این اتفاق افتاد و امیدوار هستم که ان شاءالله در سال 1390 سال خوبی باشه برای فوتبال کشورمون، سال موفقیت‌ها باشه. یه مقدار هم شانس هم بالاخره زایمش بشه. خلاص تیتر تمام روزنامه که بودید، میهمان تمام برنامه ورزشی و غیر ورزشی تلویزیون که بودید و این خوبی علی کفاشی اینه که کلا یه فرد پاسخگوه. خیلی از مسئولین ما هنگام پیروزی میان خودشون سهم میدن ولی علی کفاشیان تنها کسی بود که در مواقعی که تیم هم شکست های تیم‌های ما از تیم دیگه گذشتیم شکست خورد اومد با مردم صحبت کرد و این خیلی خوبه. حالا اسماعیل من واقعا خب این فوتبال در اصل یک شکلی هستش که ما باید تلاشون بکنیم، فعالیت بکنیم. مردم خیلی علاقه دارن، خودشون خیلی مسائل میدونن ولی واقعیت قضیه این هستش که الان رقیبای ما خیلی زیادن و واقعا دارن کار میکنن، خیلی هم تلاش میکنن. اون شانسایی که ما قدیما خیلی داشتیم که بین کشور کمتری بود الان اون شانسی خیلی کمتر شده چون وسعت کار زیاد شده. الان شما میبینید برای امید 32 کشور میان شروع میکنن. قبلا 16 تا کشور 15 14 تا بیشتر نمی اومدن. رقبا خیلی زیادن، سرمایه‌گذاری‌ها خیلی داره زیاد میشه، فعالیت‌ها خیلی داره زیاد میشه. ما هم باید زیاد کار بکنیم، ما هم باید زیاد تلاش بکنیم، فعالیت بکنیم، دست به دست هم بدیم و امیدوار هستم که ان شاءالله بتونیم تلاش و فعالیت که نتیجه بده. دقیقاً همینطوره. خب ببینید ما اگر که یک بازنگری کنیم به عقب و در سال 1389 خب دیدیم که حالا تیم امیدمون در بازی آسیا گوانجو واقعا اومد، همه تلاشش هم کرد تا اون 4 تیم هم شد ولی با یه اشتباهات خیلی کوچیکی اون دقایق مثلا 10 دقیقه آخر 5 7 دقیقه آخر ما چند تا گل خوردیم. باز برای جام ملت‌ها دوباره ما اومدیم به جز اینکه بیایم جزو 4 تیم بشیم اون دقیقه 105 آخرش باز یه گل خوردیم نشد. جام جهانی اصلا همینطور نرفتیم. درست دقیقه 80 82 به بعد ما یک گل از کره خوردیم، یه گل از نمیدونم تو خود کره خوردیم، گل از ایران تو ایران از کره خوردیم و همون شد اصلا باعث شد که ما نرفتیم. این گلای آخر، این دقایق آخر اصلا برای خود من تو فوتبال کابوس شده. یعنی من تا دقیقه 80 هیچ ناراحتی ندارم، هیچ نگرانی ندارم. از 80 تا 90 آره واقعا میلرزه میگه ای بابا ببین همون آخر اصلا تو هم پارسال باشگاه سپاهانم دیدین دیگه. حالا دو تا گل زدن 80 استادیوم برید بیرون شاید ببرید نمیشه واقعا میتونم سکته کنم. خیلی واقعا این دقایق آخر اصلا تمام تغییر میده، شکل تغییر میده و اینم بده. یعنی ضعف ماست. باید این ضعف ما واقعا به شکلی برطرف بکنیم که لااقل اگه یه گل زدیم از اون گل حفاظت بکنیم، محافظت بکنیم، نگرش داریم، خوب بازی بکنیم. ولی متأسفانه اتفاقات در فوتبال ما افتاد که امیدوارم که ان شاءالله امسال یک شکلی بگیره که بتونیم این ضعف‌ها رو برطرف کنیم. علی اصغر حرکت بسیار خوب سمت راست باید ببینه رضایی رو اما پاسش رو بازیکن ترکمنستان گرفتن. بازم خود علی اصغر با قلدری توپ گرفته. رضایی سمت راست حرکت بازیکن تیم ملی ما باید بریزه روی دروازه سانتر غلام رضا رضایی و ضربه سر که اونجا از کنار دروازه انصاری فرم بیرون زد.
پرتاب بلند رو این بار از سمت چپ داشته باشه. پرتاب بلند احسان داخل محوطه جریمه. فرصت تیم ملی ماست پشت محوطه. فاز برای شوت زنی بازیکن تیم ملی ما و توپی که با هم مدافعان ترکمنستان برخورد کرد. سمت راست آفساید نیست. انصاری فر پاواز میکنه بسیار عالیه که سانسور در فرصت و گل برای تیم ملی ما دست میاد. جلال حسینی دروازه ترکمنستان رو باز کرد. توپ ترکمنستانی ها برمیگردونن در زمین ما. خطرناک داخل محوطه جریمه. یک بازیکن داره اضافه میشه داخل محوطه پاس زمینی. فرصت ترکمنستان تکمیل با رحمتی و گل برای ترکمنستان. متاسفانه دروازه ما به راحتی باز شد. حرکت سریع از سمت راست جا موندن مدافعان ما. پوشش مناسبی هم داده نشده بوده. دروازه کشورمون متاسفانه باز میشه. ایران 1 ترکمنستان 1. عیب نداره چیزی هنوز از دست ندادیم و زمان هست برای جبران این نتیجه تا دوباره با برد ما همراه باشیم. پرتاب خای صفی داخل محوطه جریمه. فرصت هست. جلال حسینی یه ضربه و گل توی دروازه. گل دوم رو باز هم حسینی به ثمر میرسونه. هواداران تیم ملی هنوز هم تیم ما رو به خوبی تشویق میکنن. پاس بلند حرکت خوب باز کنیم ما. ابراهیم زاده داخل محوطه جریمه. فرصت تیم ملی ما هست. گل سوم پاس کوتاه زمینی. فرصت و گل. اینم گل سوم. کریم انصاری فر بارکلا به بچهای تیم ملی ما. محسن مسلمان کاملا مدافعان ترکمنستان رو به هم ریخت و یه بغل پای تمام کننده از کریم انصاری فر. ایران 3 ترکمنستان 1. سانسور دروازه ضربه سر زیبا بازیکن ما و تیر دروازه تو برخورد کرد. عالی به توپ ضربه زد سینا اشوری. بارکلا. پشت محوطه جریمه. فرصت هست داخل محوطه. گل چهارم ما میتونه زده بشه و گل. اینم گل چهارم. ایران 4 ترکمنستان 1. بارکلا به بچهای تیم ملی ما. علی کفاشی متولد؟ من متولد 1333 هستم و در واقع الان حدود 57 سالم است. چند تا بچه؟ 3 تا بچه داریم. 2 پسر و 1 دختر هست. بعد شما چون قبلا تو بانک مرکزی کار می‌کردید دست پیدیتون هم خیلی خوبه. الان همینجوریه. قبلا من یادم هستش که چون بانک مرکزی اسکناس 9 میداد. اسکناس 9 موقع بالاخره خیلی طرفدار داشت. همیشه حقوقمون اسکناس 9 میگرفتیم میدادیم به دوستان. بعد از تحویل میگرفتیم خلاصه. ولی خب ولی همه توقع داشتن که اسکناس 9 بهشون بدیم و خیلی هم خوب بود. ایده شما به اهالی فوتبال چیه؟ ایده من فکر کنم به اهالی فوتبال این باشه که امسال ان شاءالله انتخابات برگزار شه بنده برم از فوتبال. خسته شدی؟ نه سال سختی داشتی. ایده به اهالی فوتبال باشه دیگه. سال خیلی سختی داشتید شما سال 89. واقعا سال سختی بود. من در این 27 سال که 30 سال که در ورزش بودم اینقدر که سختی رو تحمل کردم در فوتبال جای دیگه تحمل نکردم. یعنی خیلی راحت‌تر بوده کار. منتها شرایط واقعا برای یک مدیر خیلی طاقت فرسا میشه و همین ادامه کارش رو خیلی سخت میکنه. در صورتی که به نظر من رئیس فدراسیون مسئول رشته‌های زیادیه در فوتبال. ما بالاخره شما گفتن میخواد برید فدراسیون فوتبال نگفتید آقا من اصلا فوتبالی نیستم یا که نه تو کشور ما رسم شد میاد به ما تکلیف شد. قبل از اون اصلا آقای اسماعیلی چیز دیگه بگم. اولا درسته ما شما میگین که ما سال 89 سال بعد ما موفقیت‌های خوبی هم داشتیم. در فوتسال ما رتبه 4 و 5 دنیا رو داشتیم. در فوتبال ساحلی خوب بودیم، سوم شدیم. در رشته بانوان فوتبال برای اولین بار یه رده از ادامون اومدیم بالا. ولی متأسفانه که اینا نمیبینه. فقط ما اون تیم‌های فوتبال اونم بزرگا و امید می‌بینیم که درست هم هست. یعنی بالاخره آخر کار ما اون رشته است که مردم علاقه دارن باید ما تو اون بتونیم موفق باشیم. کار آکادمی که خیلی زیادی کردیم، کار علمی خیلی خوبی انجام شد در فوتبال. کار پایه‌ای شد که ان شاءالله من مطمئنم از امسال به بعد نتیجه میده. ولی کن خب باید همه تلاشمون بکنیم. چی بود بخش سوالتون؟ من گفتم اون زمانی که به شما گفتن آقای علی کفاشیان تشریف بیارید فدراسیون فوتبال شما اصلا این بحث رو در خودتون گنجید چجوری بگم؟ نه قرار نبود که مثلا این کارو انجام بدید. نه ما قرار نبود اصلا بیان. نگفتید آقا من اصلا فوتبالیستم نمیرم. من گفتم منتها
خب اون زمان اگه خاطرتون باشه آقای علیآبادی خودش تصمیم گرفتش که رئیس فدراسیون فوتبال بشه. متأسفانه من در کل کمیته المپیک بودم، گفتم بهش فوتبالم من اصلا نه آشنایی دارم نه آگاهی دارم، فقط مدیر ورزشی بودم. بعدشون گفتن نه کنار من باش که حالا 2 نفر باشیم، بعد حالا روز موعود برو کنار، که ولی ایشون رفت کنار، بنده گفتن گردن بنده. هماهنگ کرده بودی؟ نه هماهنگ نکردیم، قرار اصلا ایشون بشه. منتها خب دیگه فیفا ایراد گرفت به حضور ایشون و ایشون نتونست در فدراسیون فوتبال بمونه، افتاد در عهده مگر یادتون باشه همون موقع که رئیس فدراسیون فوتبال بودم 6 ماه دبیرکل کمیته المپیک بودم. این در 6 ماه 2 تا کار پرمشقه بسیار سخت داشتیم که همون طرف بودم همین طرف، یعنی این خواسته من نبود، ولی خب وقتی اومدم دیگه از صبح تا شب همه تلاشم برای فوتبال کردم. بعد توی مدت چه مطالبی شما رو خیلی ناراحت کرد؟ مثلا تو سال 89 ببینید بزرگترین بخشی که بود این انتظاراتی بود که در جامعه ایجاد میشه وقتی من برای مثلا تیم ملی در جام ملت‌ها، برای گوانجو بازی آسیایی یا برای اصلا جوانان این ما، و وقتی که تیم ما از هم اول رفت تو جوانان نوجوانان نتیجه نگرفت، استرس‌های سنگینی به ما وارد شد و ما دیدیم که بیشترین فعالیت ورزشی رو ما در تاریخ فوتبال برای نوجوانان جوانان گذاشتیم. اردو نمیدونم مسابقه غیره. خوب کار کردین، علاوه بله. امکانات خوب بود، ولی خب اصلا یه مربی مثلا خیلی خوبی چجوری هم خیلی خوب، یه مربی داریم که همه حریفاش مثل کف دست میشناسه، بعد وقتی این همین بازی تدارکاتی میره بعدم نتیجه نمیگیره، یه خورده برای شما هم دلخوش نیست، دلچسب نیست. خب ببینید این متأسفانه اینطوریه دیگه، ما میاریم زمینه‌ها رو فراهم میکنیم، بعد مشکل بزرگی ما اسماعیل میدونید این چجوری هستش، این هستش که ما نتیجه گراییم. من این ایراد ماست به نظر من، در ورزش ایراد ماست. بالاخره بنده رئیس فدراسیونم، خب یه لیست به من بدم میگه از این 1 تا 20 وظیفه توئه، من ببینم کدوم یکی انجام ندادم، ولی وقتی تیم دیگه همه کار میکنم نتیجه نمیگیره، خب همش بنده باید بیام بازخواست بشم. این فشار میاره بنده که رئیس فدراسیونم، من واقعا دلم میسوزه برای بنده خدا. شما برمیگرده. بله انتخابشون به شما برمیگرده. انتخاب بله، خب انتخاب مثلا من انجام نمیدم. چه کسی قطبی رو انتخاب میان علی کفاشیان. خب ببینید من حالا اینو میخوام به شما بگم، حالا بنده قطبی به عنوان رئیس فدراسیون معرفی کردم اومد، بعد اون آخر دقیقه 105 گل ما نمیخوریم، میره پنالتی هم مثلا حالا یا ما یه گل میزنیم یا میره پنالتی ما میبریم. خب آقای قطبی و ورزشگاه هم خیلی خوب بود و دستشون درد نکنه، همه اونا تشکر میکنم، ما کاری نداریم، ما وظیفه‌مون انجام دادیم. تا میوازه اون که میره دوباره کار خودش، بعضی کارا که قائل میشن بنده باید بشم که جوابگو بشم. خب این برای مدیر سخته، نمیتونه هر مدیری باشه. من واقعا دلم برای رئیس فدراسیون بعد بخوره که بعدا میخواد از من، دلم خیلی میسوزه واسش، چون میدونم چه مصیبتی در راه داره. شاید اون رئیس فدراسیون فوتبالی باشه مشکلات کمتر داره. فرق نمیکنه اسماعیلی، هر چی فوتبالی غیر، مگه من تو تشکیلات فدراسیون فوتبال از غیر فوتبالی‌ها دومینونیا استفاده میکنم، همه فوتبالی‌ان. بندم یه مدیر ورزشی ام. رئیس فدراسیون که میاد نباید مربی باشه، داور باشه، چون داور مربی باشه، طرفدار یه تیم خاص باشه، هر روز دخالت اون کار میکنه، هی به سمربی میگه آقا چه اینو گذاشتی، اونو بیا اینو ببر. بله شما دخالت نمی‌کنید. من به شما دخالت خب این بحث خیلی داغ شده، یه بخش از برنامه رو ببینیم، بازم سال رو به شما تبریک میگم، برمیگردیم با علی کفاشیان بحث رو ادامه خواهیم. به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و همه مردم خوبمون، من از طرف خودم سال جدید و به همه دوستداران کشتی و همه مردم ایران در جای جای این کشور پهناور عزیزمون تبریک میگم. امیدوارم که سال آینده سال سلامتی، آرامش، خوبی، قشنگی، زیبایی، همینطوری که سال برای کشتی فرنگی خوب تموم شد، ان شاءالله در سال آینده هم برای مردم عزیزمون با سلامتی و خوشی و همه چیزی که به معنای واقعی خوب شروع بشه و ان شاءالله تموم بشه. خب رئیس خندرو و خوش اخلاق فدراسیون فوتبال کشور و میهمان برنامه ما هستن علی کفاشیان. پس با اونجا رسیدیم که سال 80 سال خیلی بدی بود برای فوتبال ما و شخص علی کفاشیان. ببینید جناب اسماعیلی، بازم من میگم سالی بدی نبود، ما خیلی کارا زیاد کردیم، ما فقط
نتایج جام ملت‌ها و بازی‌های در واقع آسیای گوانجا رو نگاه کردیم که اونجا خوب چهارم شدیم، اینورم حذف شدیم با کره. ولی ما باختیم به کشورهای واقعا نگاه بکنیم ناجور نداشتیم. ما به کره باختیم و ژاپن. ما به کدوم کشور باختیم؟ ما به عراق که جام ملت‌ها قهرمان بود بردیم. سال 90 ما همین کره رو شکست دادیم. بله همون سال شکست دادیم تو کشور خودش، بعد 36 سال شکست دادیم. من فکر می‌کنم یه خورده بخت این توپه با ما رو یاری نبود که از این دروازه یا نرگذره یا بگذره. این بخته نبود. ولی ما آقای اسماعیلی واقعا فوتبالمون تحولات خوبی شده، کارهای خوبی شده. نه زمان من با همه تلاش. ببین شما سازمان لیگ مادری لیگش مرتب انجام میده. ما سالی 15 میلیارد تومان که قبلا این به سال 1.5-2 میلیارد نمی‌رسید. سال 15 میلیارد تومان در 3 سال گذشته درآمدزایی کردیم در فوتبال با سازمان لیگ، اسپانسرها، نمیدونم و غیره. اینا یه حرکتایی که باشگاه‌های ما FC روز اول که اومده میگه با این باشگاه اصلا استانداردها ندارن. الان میگه 70% تا 75 تا 80% استاندارد لازم پیدا کردن. 20% بقیه نه پیدا میکنن. استادیوم هم همینطور. خیلی کار اصولی شده تو FC نبودیم ما این شرایط هم نداشتیم. دقیقاً همینطوره. ببین ما الان کاری کردیم. الان همین امسال 90 استاد زدیم تمام باشگاهمون ارزیابی کنیم بازیاشونو که هی توپ نندازن داور بگن داور خوب خوب سود نظر قضاوت کرد نکرد. بازی ارزیابی بشن هر بازیکن چقدر دویده، چقدر تلاش کرده، چقدر پاس درست داده، چقدر ارزیابی بشن. یعنی ما باید فوتبال رو ببریم به سمت علمی، سرمایه‌گذاری بکنیم. من مطمئنم ان شاءالله سال ما دیگه بهمن ماه ان شاءالله انتخابات داریم و فدراسیون جدید بهمن همین سال بعد انتخابات هستش که ایدی جدید هم عرض کردم که یه رئیس فدراسیون خوب ان شاءالله داده میشه و میاد هر کسی در اثر باشه. من مطمئنم نتایج فوتبال ما در واقعا تمایل ندارید در رأس فدراسیون فوتبال بشید؟ آره نمیدونم ولی اگه زیاد اصرار بکنن شما که ناراحتی. ولی در حسب من تلاشم میکنیم، ما تلاشم میکنیم. من مطمئنم فوتبال یه روند خوبی پیدا میکنه و خودش رو میبره جلو و در آینده مردم ان شاءالله خبر خوش و بهتری رو از فوتبال خواهند داشت. چرا؟ چون ما بچه‌های خوبی هستن، کار کردن، تلاش کردن، باشگاه‌های ما خوب بوده. الان که دیدین دور اول باشگاه‌ها بالاخره نتیجه بدی نبوده. ان شاءالله این ادامه پیدا میکنه و ما میتونیم کارهای خوبی انجام بدیم با آسیا. لیگمون هم خب لیگ خیلی خوبیه. چرا ما با این همه مربی خوب که داریم ما الان در بعضی رشته‌ها مثلا حالا بریم یه سری بزنیم به رشته کشته فرنگی. محمد بنا اومد خب کشته فرنگی ما رو به جلو برد. درست. خب ما تو فوتبال هم مربی خوبی داریم که دنبال مربی خارجی نباشیم. چرا ما کاری نمی‌کنیم؟ من خودم این اعتقاد دارم آنجا هستم. من خودم اعتقاد دارم که مربی داخلی ما هم میتونن این کار انجام بدن به شرطی که حمایت زیاد بشن. ما یه مقداری من اینو اجازه بدیم بگم که مشکل با رسانه‌ها و فراهم کردن اذان عمومیشون داریم. ببینید
تا زمانی که مربی داخلی یه موقع میاد نتیجه نمیگیره، همین از اون سراغ خارجی. ولی به نظر من هر مربی خارجی یا داخلی باید زمان بدیم، فضا بدیم و حمایتش هم بکنیم. من بارها گفتم، بازم میگم، یکی از سخت‌ترین کارها در فدراسیون فوتبال انتخاب سرمربی داخلیه. یکی از پرمسئولیت‌ترین، شما ببینید سال گذشته آقای قطبی بود، چقدر این به حمله رسانه‌ها واقع میشد. اینجوری نمیشه. ما اگه یه دفعه گوشیم سرمربی چه داخلی چه خارجی، باید همه ازش حمایت بکنیم، کار بدیم و بخوایم ازش که این کار رو خوب پیش ببره. آقای قطبی یه جوری مردم رو توقعشو برد بالا، گفت من کره و ژاپن و نمیدونم چین و همه مثل کف دست روی دستم میشناسم. بعد در میدان مسابقه همون رو خورد. یه جوری شد که مردم خب معترض شدن. اینا درست نبود. بله. به قول من اینجا صحبت میکنه، پس ما میتونیم شکست بدیم اینا رو. بله. که اینجوری هم نشد، قبول داشته بود. بله. آقای قطبی از بابت فوتبال خب منفعت خوبی کرد. ضرر نکرد. بله اعتبار کسب کرد. تو ایران بالاخره اعتبار کسب کرد ایشون و با تیم ایران اومد بالا و رفت در قرارداد خیلی خوبی بست با ژاپن. تو اولین هفته 6 تا خورد. نه ولی خب بعد اول ان شاءالله ما البته برای ایشون آرزو موفقیت داریم، چون بالاخره بازم نامش ایرانیه. ایرانیه که میتونه و به نظر من هر مربی که بیاد سر تیم‌های ملی ایران اعتبار کسب میکنه، چون تیم‌ها بچه‌ها خوبن. بله. ما پارسال با برزیل بازی کردیم، بازی خوبی بود، برای اولین بار با روسیه بازی کردیم. فدراسیون بازی تدارکاتی چیزی کم نداشت برای تیم ملی فوتبال کشور. ما برای تمام تیم‌ها، رداونو، جوانان، امید، بزرگوار، تیم‌های دیگه فوتسال شما ببینید چند بار تیم ملی برزیل تو فوتسال اومد تو ایران. 2 بار سال گذشته سال 89 تیم برزیل اومد تیم ملیش تو ایران. اینا همین فاصله رو کم میکنه، تیم ما اعتبار داره، فوتبال ساحلیمون همینطور، خانم‌ها همینطور و من فکر میکنم که ما آینده خوبی داریم به شرطی که از رئیس فدراسیون زیاد تحت فشار قرار نذاریم دیگه. همش نتایج رو دیگه من نندازیم. خب مربی پولش میگه از اون بخواید نتیجه رو. آخه تو قسمت قبل من این مطلب رو گفتم که چون میگن رئیس فدراسیون این مربی رو انتخاب کرده، حالا ازش سوال کنید چه نتایجی به دست آورده. خدا شاهد من اصلا انتخاب رئیس فدراسیون فقط تنها نیستش که من مثلا بیام برم. ما مشورت میکنیم، خیلی صادقانه حرف میزنیم. نه ولی ببینیم صحبت میکنیم 100 تا نظر میدن. ما هیئت رئیسه گذاشتیم گفتیم آقای رئیس شما بیاین بگید خب مربی کی باشه. یه هفته وقت داریم واسه هیچ کی اسم ندارش. فقط منتظر همه، نه یادیسا، همه منتظرن که مربی رو بیاریم، بعد میگن اینجاش کجه اونورش کجه. خب آخه یه مدتی یادیسا هر کی برای خودش یه مربی می آورد. آقای فتح‌الله کریستوفتام رو انتخاب کرد. آقای تاج رفت فاتح تریمو انتخاب کرد. عملا هیچ کس که جلو نمیاد کاری انجام بده. یعنی نمیشم، ببین نمیشه. من میگم آقا خب مربی هست بیاین. میگن آقا فلان مربی، بعد میگیم خب اسمش میاره ولی فلان مربی طبیعی باش صحبت بکنه، اسم میاد تو ایران نمیاد، بعد شرایطش چیه، چقدر پول میخواد، چقدر نمیخواد. اینا همه خیلی مسائل زیادیه که به اصطلاح تعیین میکنه سرمربی. کلا هم از اون مربیای بزرگ شروع میکنه، سر الکس فرگوسن، دلوز که کاپلو، بعد میایم ونگر، بعد آخر میگه های مربی خوبه. اسم راحت دیگه آورده. یه بخش از برنامه رو ببینیم، بازم با شما هستیم و با علی کفاشیان در ادامه برنامه. یه فرصت خوب، رضایی یه پاس به بیرون، میتونه گل باشه که فکر میکنم گل شد. حالا میشه تمام توی دروازه و کی میزنه؟ آرش افشین میزنه و خوشحالی رو به جمع ما میاره. آفرین تیم ایران، آفرین تیم ایران. و ایرانه که با 9 امتیاز و 100% پیروزی به مرحله بعدی میره. آفرین آرش افشین، واقعا لایق گل زدن تو این بازی بود. آرش اینجا توپم خودش هم فکر میکنم پشت خط بود، اما به هر حال آرش اینجا دیگه کارا تموم کرد. حیدری خیلی فرصت خوبی داره. خسرو حیدری یه پاس به عقب، نوری توی دروازه گل برای ایران و پیروزی 2-0 تیم ملی فوتبال ایران. آفرین بچه‌ها. یه پاس خیلی خوب، فرصت برای رضایی. حالا سومیه یا نه؟ خودشون به خودشون میزنن. ماشاءالله ایران، گل سوم برای ایران. خب با شما هستیم با ورزش از نگاه 5 و علی کفاشیان، ریاست محترم فدراسیون فوتبال هم میهمان ما هستن. آقای کفاشی خوبی داره، همیشه خنده رو لباشون داره. حالا من ایران میگرفتن آقای اسماعیلی، مثلا چقدر میخندی. حالا خوب آدم به مشکلات میخوره بخنده. بله. بعد سال 90 چه برنامه‌ای داری؟ تا زمانی که هستی
بله ببینید سال 90 هم یه سال بسیار تعیین کننده است. ما چون 3 سال یه سری برنامه‌های مختلفی داشتیم از چشم انداز فدراسیون فوتبال. امسال سالی هستش که می‌خوایم باشگاه‌مون رو یه قدم به خصوصی‌سازی نزدیک کنیم. بحث در مزایاشون هستش. بحث لیگ جدیدمون هستش که حتما خیلی منظم و لایسنس‌هایی هستش که FC باید بده، ما بیایم تمام باشگاه‌مون استاندارد کنیم. مخصوصا باشگاه‌های دسته یکمون رو که اون خیلی مهمه، چون باشگاه دسته یک وقتی می‌خوام دسته لیگ برتر اصلا کلی تفاوت دارن. باید ما بتونیم فضای برای اونها هم فراهم بکنیم. باز برنامه‌های آموزشی برای امید هستش برای تیم ملی بزرگسالان که دیگه مقدماتی جام جهانیش هم شروع میشه، مصیبت‌های بزرگمون داره شروع میشه. بعد همینطور تیم‌های جوانان و نوجوانانمون که برنامه‌ریزی کامل قوی کردیم که حتما دیگه امسال تو مقدماتی برن بالا. یکی از برنامه‌های بسیار مهمی که ما سال 90 داریم و با آقا AFC هم صحبت کردیم، آقای بن‌حمام و قول حمایت داده، گرفتن میزبانی مختلفه. مخصوصا تو رده‌های جوانان، نوجوانان و امید و بزرگسالان ما بتونیم میزبانی‌های فوتبال رو بگیریم که بتونیم موازی‌های خوبی رو در ایران در سطح آسیا برگزار بکنیم و همینطور برنامه بسیار آموزشی‌های داوری، برنامه آکادمی، برنامه مربیامون هم اعزام کنیم به کشورهای خارجی برای آموزش مربیگری. میشه این کارو کرد؟ میشه. بله ما چند تا صحبت کردیم. صحبت کردیم مثل باشگاه‌های خوب، چون تیم‌های ملی خوب محدود زمانش. با باشگاه‌های خوب صحبت کردیم که مربی باشگاهیون برن، چون پارسال هم یه خورده صحبتایی بود که یک سری بازیکن‌ها گلایه کرده بودن که مربی‌ها چیزی ندارن که مثلا به ما بگن. البته اینم عرض بکنم خدمتتون، با این برنامه ارزیابی که ما از باشگاه‌ها داریم می‌ذاریم، می‌خوایم نقاط قوت و ضعف فنی رو بهشون توسط گروه متخصص اعلام بکنیم، بهشون بگیم. همین کاری که FC برای جام ملت‌ها کرد و یه سری گروه فنی متخصص گذاشت با ابزارهای لازم که ضعف‌های فنی تیم‌ها رو در واقع گزارش کنه براشون. این کار ما ان شاءالله اگر انجام بدیم، من فکر کنم فوتبال ما یه پایه بیاد بالاتر. هر چقدر ما در لیگ جام اسپانیا قوی‌تر بشیم، من مطمئنم که تیم‌های ملی ما هم قوی‌تر میشه. همیشه همینطوری بوده. تیم ملی ما مولود همین لیگ برتر ماست، لیگ‌هایی که در کشور داریم برگزار می‌کنیم. و ان شاءالله پس مربی ما اعزام می‌کنیم به خارج. و یه زمانی اتحادیه فوتبال ما سری مدیرا رو اعزام کرد به ایتالیا، رفت باشگاه ایتالیا رو دیدن، رومو دیدن و نگاه کردن اومدن. و همین کار برای مربیامون انجام بدیم. الان چرا قطر میتونه میزبان جام جهانی شه در آینده ولی ما نمیتونیم میزبان داشته باشیم؟ ببینید اسم بالاخره دیدن که نه ما تورهای زیادی از میفرستیم به روم و ایتالیا و یونان ببینن، ولی مهمه که این باشگاه قبول بکنه که مثلا مربی ما بیاد در کنار مربی اونا 20 روز تو تمرینات حرفه‌ای اونا ترکیه بغل دستمونه، من باشگاه کمی دارن. خب میرن دیگه اکثر آنتالیا و اینا میرن اونجا هواخوری. نه برای هواخوری نمیگه آقا من فکر برای خود موضوع جدی نمیگیرید. بله. برای همین آموزش اصلا مربی‌ها خیلی خوبی دارن، خیلی حرفه‌ای‌تر از ما دارن انجام میدن فوتبالشون رو. که تاریخچه فوتبالش به ما هم نمیرسه. ببین این کار اولا باید توسط باشگاه انجام بشه، بعدم با دوستانه انجام بشه. اگه مثلا ما بگیم اونا مرسوم نیست براشون که میگن مربی بیاد کنار من کار منو ببینه و مثلا بگه چیکار می‌کنیم. بالاخره این کار باید توسط آموزشی انجام بشه، کلاس آموزشی باشه، دوره‌ای باشه که میذارن یا دوستانه باشگاه با هم دیگه تفاهم بکنن، مثلا مربی ما بره کنار مربی اونا. خب مربی ما که اکثرا خودشون ماشاءالله اصلا خارجه بهترن دیگه نیاز بیاد ندارن. حالا خب با این حال باید این کارو بکنیم، بفرستیم اینا رو. پس در بخش آموزش ان شاءالله این اتفاقات خواهد افتاد. سعی می‌کنیم ان شاءالله بعد. چه اتفاقات مهمی بود در سال 90 برای فوتبال کشورمون؟ ببین ما همین که عرض کردم مقدماتی‌های همین جام جهانی هستش و مقدماتی جوانان نمونه، نوجوانان نمونه، فوتسالمون، همه اینا رو باید دوباره انجام بدیم که بتونیم بریم. اینم عرض بکنم خدمتتون، دیگه مقدماتی آسون نیست، مقدماتی سخته و مثل نهایی‌هاست، فرق نمی‌کنه. باید خوب اونجا تلاش کنیم که بتونیم از این مقدماتی عبور کنیم. منتها شما تا دقیقه 80 بیشتر ورزشکار نباشید، چون میفرمایید تا از دقیقه 80 به بعد تنتون میلرزه، تیمه بازی برده رو شکست بیرون بدتره. از دقیقه 80 بعد باید امسال ان کار کنم از فنی این مشکل من برطرف بشه که دقیقه 80 بعد گل نخوریم. اگه می‌خوریم هم اولش بخوریم که خیالمون راحت بشه که قصه نخوریم. خیلی لطف کردید برنامه ورزش از نگاه 5 اومده ویژه این ایام برای شما آرزوی موفقیت داریم و همچنین برای خانواده محترمتون و خوشحالیم که شما همیشه پاسخگو بودید. پاسخگو بودید به مشکلات، پاسخگو بودید به رسانه‌ها. خیلی از مدیرای ما در وقت پیروزی میان خودشون سعی میدن، برای شما در مواقع شکست هم اومدید و توضیح دادید. ان شاءالله که سال 90 سال خوب باشه برای شما. بنده از شما و همه همکارانتون تشکر می‌کنم. ان شاءالله که سال 90 ما هم بتونیم توضیحات قانع کننده بدیم و مردم ما قانع بشن که ما واقعا داریم کار رو میکنیم. اگه نتیجه نمیگیریم تکلیفمون رو ادا میکنیم. خیلی ممنون، متشکرم. ان شاءالله که این برنامه مورد پسند و توجه شما قرار گرفته باشه. تا دیدار بعد، خدا نگهدار، شاد باشید و موفق. خیلی متشکرم.